آیا یک زن در طول زندگی جنسی خودش هیچ وقت نمیتونه اورگاسم رو تجربه کنه؟ به نام خدا، دکتر حمید مهرابی هستم، پژوهشگر و متخصص در زمینه با رفتارهای جنسی. این خطای شناختی وجود داره و گزارشاتی هم به غلط در این مورد منتشر میشه که مثلا 97% خانم ها هیچ وقت در طول زندگی جنسی خودشون اورگاسم نمیشن. همه اینها خطاهای شناختی یا تجربیاتی هستش که از طریق روانشناسان زرد منتقل میشه. واقعیت اینجاست که وقتی ما صحبت از اورگاسم میکنیم، اورگاسم یعنی یک فرآیند کاملا روانشناختی، یعنی که روانمون بایستی که لذت رو تجربه کنه. لذت یک مفهوم روانشناختی هستش. ما میبایستی که لذت، سپس لذت جنسی، سپس اوج لذت جنسی رو تجربه کنیم که اوج لذت جنسی همون اورگاسم هستش. منتها فرآیندی که در آقایون و خانم ها متفاوته اینه که در آقایون اورگاسم ما و اوج لذت جنسی ما برگرفته شده است از واکنش های فیزیولوژیکی بدن ما. یعنی ما آقایون ابتداً انزال میشیم، بدن ما واکنشی به اسم انزال رو نشون میده، بعد از اون روان ما میتونه به تبع این واکنش های فیزیولوژیک اوج لذت رو تجربه کنه. در خانم ها دقیقاً این قضیه برعکسه. یعنی خانم ها لذت رو تجربه میکنن، لذت جنسی رو تجربه میکنن و بعد اوج لذت جنسی رو، اینجاست که اورگاسم میشن. به تبع اون بدن واکنش نشون میده که واضح ترین نوع واکنشی که ما در بدن خانم ها میبینیم انقباضات واژینال هستش. یعنی واژن شروع میکنه به انقباض انبساط انجام دادن بین 3 تا 15 بار. هر چقدر این انقباضات بیشتر بشه، یعنی که اون لذت جنسی بیشتر بوده، هر چقدر انقباضات کمتر باشه، خانم ها گزارش میکنن که انگار ما لذت جنسی کمتری رو تجربه کردیم. پس برای میبینیم که اگر ما روی خط فقط لذت بمونیم و به اوج لذت جنسی خودمون رو با تحریکات بیشتر نبریم، طبیعتا لذت زیادتری رو هم نمیتونیم تجربه کنیم و اشتباه میکنیم که انگار اورگاسم نشدیم. پس برای اگر که با آموزش میتونیم اورگاسم رو در خودمون ایجاد بکنیم و همه زنها قادر هستن که اورگاسم رو تجربه کنن.